داستان زندگی عثمان دمبله. تا آخر با ما همراه باشید که قراره شوکه شید. عثمان دمبله بازیکن تکنیکی، سریع و خلاقی که امروزه یکی از ارکان تیم‌های بزرگ فوتبال اروپا که تو پاریس سن ژرمن است حساب میشه. پشت این همه زرق و برق و حالا توپ طلا، داستانی از تلاش و چالش‌ها و پیروزی‌ها و شکستایی که شاید از اون خبر نداشته باشید. پس تا آخر با ما همراه باشید و لایک و ساب یادتون نره. عثمان دمبله تو تاریخ 15 می 1997 تو شهر کوچیک ورسن تو فرانسه به دنیا اومد. خانواده‌اش اصالتا اهل مالی بودن و دمبله از کودکی با فوتبال بزرگ شد. عثمان از همون سن پایین علاقه و استعدادش به فوتبال رو نشون داد و فوتبالش رو از باشگاه محلی فرانسه شروع کرد. اما چند سال بعد تو 8 سالگی عثمان شروع حرفه‌ایش تو فوتبال رو شروع کرد و به رن پیوست. عثمان اوایل تو جوانان رن بازی کرد و خیلی زود هم به تیم بزرگسالان راه پیدا کرد. تو همون سالهای اول سرعت و تکنیک و استعداد فوق‌العاده و بی‌نظیرش همه نگاه رو به سمت خودش جلب کرد و باشگاه فرانسه همه خواهان عثمان بودن. اما تو سال 2016 دمبله یه تصمیم عجیب گرفت و به جای ادامه دادن فوتبالش تو فرانسه به بورسیا دورتموند توی بوندسلیگا رفت. اما این جاه طلبی عثمان به نفعش شد. اون تو باشگاه دورتموند عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، سرعت بالا، تکنیک عالی و قدرت پای چپش باعث شد خیلی سریع به یکی از بهترین وینگرهای اروپا تبدیل شه و حتی به تیم ملی فرانسه هم دعوت شه. اما تو سال 2017 یکی از بزرگترین باشگاه تاریخ یعنی بارسلونا به دنبال دمبله رفت. باشگاه کاتالانی 120 میلیون یورو برای دمبله خرج کرد و این انتقال همزمان با خروج نیمار از بارسلونا صورت گرفت. به همین دلیل هم فشار زیادی روی عثمان دمبله بود تا جایگزین مناسبی برای نیمار باشه. عثمان با توانایی تکنیکش و سرعتش به خوبی برای بارسا بازی کرد. اما مشکلات مصونیت مداوم باعث شد اون نتونه به طور مداوم درخشش داشته باشه و عمر فوتبالش توی بارسلونا کوتاه باشه. دمبله برخلاف خیلی از ستاره‌های فوتبال چندان علاقه به زندگی پرسر و صدا و رسانه‌ای نداره و بیشتر وقتش رو با خانواده و همسرش می‌گذرونه و مخصوصا بعد ازدواجش اون هیچ حاشیه‌ای رو نداشته و همینم باعث درخشش بیشترش شده. وقتی میرسیم به آمار و افتخارات عثمان دمبله می‌بینیم اون کلی گل زده و پاس گل داده تو بارسلونا، پاریس سن ژرمن و هر تیمی که بازی کرده و تو سطح فوق‌العاده بالایی قرار داشته. اما دمبله هیچ وقت حتی کاندید توپ طلا هم نبود و هیچ کس شانسی برای عثمان قائل نبود. اما فصل 2024 2025 همه چیز تغییر کرد. دمبله 39 گل زد و 16 تا پاس گل داد و یکی از تاثیرترین بازیکنان جهان بود. دمبله با پاریس سن ژرمن سگانه برد، سوپرکاپ برد و هر چی که بود و نبود و فتح کرد. بهترین بازیکن پی اس جی شد، بهترین بازیکن فصل لیگ فرانسه شد و بهترین بازیکن فصل لیگ قهرمانان اروپا شد. عثمان دمبله تو یک سال همه چیزو تغییر داد و ورق و برگردوند و حالا در کنار بزرگایی مثل مسی دهمین بازیکن تاریخ شد که هم جام جهانی برده، هم چمپیونز لیگ و حالا هم توپ طلا. دمبله که عملا فوتبالش تو بارسلونا داشت تموم میشد نشون داد حتی تو یک سال میشه همه چیزو تغییر داد. حالا دمبله از یک مهاجر مالیایی تو فرانسه تبدیل شده به بهترین بازیکن جهان. اگه شما هم تلاش و امید دمبله رو تحسین میکنید ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها بنویسید دمبله.